آقای رئیس جمهور، ما به شما مبارک میگم. من من حیث یک افغان که از این کشور پالی شما هستم، برای شما گفتم میتونم که ما برای ساختن یک حکومتی که در اوج یک رئیس جمهور مثل شما داشته باشیم جانفشانی میکنیم. مردم افغانستان متاسفانه نمیفهمه که یک رئیس جمهور چی یک نقش در یک مملکت میتونه بازی کنه. امیدوار هستم که با همین ویدیوهایی که ما پخش میکنیم دو کار کرده باشیم. یکی مردم تاجیک را که در دور دنیا زندگی میکنن و اگر احیانا بر علیه حکومت خود هستند، بر ازیا بگویم من حیث یک افغان که همین حکومت بسیار کار کرده دیجا و منصفانه نیست که بر علیه از رئیس جمهور و حکومت باشین. یکی دوم دیگه به مردم افغانستان بگویم که اینجا 50 مملکت دنیا را ناوردن، اسکر 50 مملکت دنیا نیست. اینجا مردم تاجیک زیر رهبری یک رئیس جمهور خوب کار کردن و اینمی را جور کردن. سرک از ایره که درایف کنین که در موتر برین، شما میبینین که چقدر آبادی در تاجیکستان شده. اینا تریاک نمیکارن، مواد مخدر وجود نمیرن، اینا تیل ندارن. اما تاجیکستان یک مملکت خودکفا از نقطه نظر انرژی است، از نقطه نظر مواد غذایی است. تاجیکستان از وقتی که امام علی رحمان آمده تمام نقاط تاجیکستان با هم پیوست کرده. بعض جای تاجیکستان بود که برای 7-8 ماه مردم رفتن نمیتونست، راه نداشت، برف بود. اما اینا تونل های بزرگ جور کردن که تمام تاجیکستان با هم وصل شده و این یک دستاورد بزرگ است. یعنی ما مجبور هستم که آقای امام علی برای شما کف بزنم. سپاسگزار هستم خدا را که اتر یک رئیس جمهور خوب این مملکت همسایه ما داره.